من مثل جغدم. عاشق اینم که شبا توی محلمون پیاده روی کنم. اون روزم همین کارو کردم. 13 سال پیش بود. حدود ساعت 9 شب سوی شرطم و پوشیدم و رفتم بیرون بدوم. همینجوری میدویدم و از باد خنکی که به صورتم میخورد لذت میبردم که ناگهان از جایی صدای قدم پا شنیدم. سرمو چرخوندم سمت صدا. دیدم یه مرد داره میاد طرف منو دستشو تکون میده. اون نیکولاس بود، یکی از همسایه هم. یکی از دستاش روی گردنش بود و تیشرت سفیدش خونی شده بود. شوکه شده بودم. ازش پرسیدم چه اتفاقی افتاده و داد زد. گفت ازم خون میره. بعد افتاد روی زمین و داشت از گردنش خون میومد. آروم و با احتیاط بهش نزدیک شدم و دیدم یه مرد دیگه هم داره از در خونه نیکولاس میاد بیرون. داشت پشت نیکولاس که قش کرده بود میرقصید. کاستوم عجیبی تنش بود، شبیه شنل بود. به هم نگاه کرد و با خوشحالی لبخند زد و گفت اون نمیمیره چون زیاد چیزی نخوردم. بعد خندید و با سرعت توی تاریکی محو شد. دویدم سمت نیکولاس و سعی کردم کمکش کنم. اصلا نمیدونستم جریان چیه. نیمه بیهوش بود و گفت اون حرومزاده همه خونمو مکید. رنگش مثل گچ شده بود. فوری با پلیس تماس گرفتم، ولی وقتی رسیدن مرد شنل پوش دیگه فرار کرده بود. پلیسا رفتن دنبال اون مرد و نیکولاس هم کمی بعد به بیمارستان منتقل شد. هرچند میگفتن احتمالاً به خاطر خونریزی شدید دوام نمیاره. چند روز بعد اظهارات نیکولاس به دست پلیس رسید و بسیار شوکه کننده بود. نوشته بود شب ماجرا توی خونه تنها بودم که یه نفر در خونمو زد. درو باز کردم و مرد هم گفت تشنمه و میشه یه نوشیدنی بهم بدید. میگه خواستم بهش یه لیوان آب بدم ولی گفت آب که هیچ ماده مخصصی نداره. چیزی که من میخوام داخل بدنته. بعد با زور از بدنم بالا رفت. نگه آهنینشو در آورد تا از گردنم خون بمکه. پلیس در ابتدا وقتی اشارات نیکولاسو خوند گفت ادعاهاش منطقی نیست. اما بعد شواهد دیگه‌ای توی خونه نیکولاس پیدا شد و به تلاش برای پیدا کردن متهم ادامه دادن. زیاد نگذشت که تلاششون به نتیجه رسید و اونو دستگیر کردن. یه مرد روانی بود که فکر میکرد خوناشامه. نیش از آهن ساخته شده بود و سرش به تیزی چاقو بود. نیمه شب توی کوچه ها مخفی میشد و به مردم حمله میکرد و خونشون رو میمکید و میرفت. اما این بار جرأت کرده بود تو مستقیم وارد خونه یک نفر بشه. میگفت فکر میکرده خونه نیکولاس باید خیلی مزه خوبی داشته باشه تا صورت نیکولاس رو دیده دهنش آب افتاده. همچنین به پلیس گفته بود که باید غذاهاشو با دقت انتخاب کنه چون هر انسانی مزه خون متفاوتی داره و اگر آدم اشتباهی رو انتخاب کنه که خونش بی‌کیفیت باشه تشنگیش برطرف نمیشه. بعد با پررویی تمام به افسر پلیس لبخند زد و گفت جناب پلیس خونت باید خیلی ترش و نمکی باشه. بذار یه قلوب از خونت بمکم تا در عوض رازمو بهت بگم. پلیس ازش عصبانی شد و مرد با افتخار گفت که تا حالا خون بیش از 50 آدمو مکیده. مرد در نهایت افتاد توی زندان و نیکولاس تا مدت‌ها دچار آسیب روحی شده بود. از شدت ترس دور تا دور خونش رو صلیب گذاشت و در آخر هم جمع کرد و رفت به یک شهر دیگه. هرچند 10 سال بعد شایع شد که یه خونه‌شام دیگه به دهکده حمله کرده. مطمئن بودم که همون مرد دیوونه است که از زندان آزاد شده. یه شب داشتم توی محلمون میدویدم که از پشت سرم یه صدایی شنیدم. برگشتم و دیدم یه مرد با شنل پشت سرم داشت با سرعت باد میدوید سمت من. انقدر ترسیده بودم که افتادم روی زمین. مرد یه نگه خیلی بزرگ آهنین کشید بیرون و میخواست بزندش توی بدنم. ترس مرگو حس کردم و با تمام قدرت یه لگد بهش زدم و ناله کنان افتاد روی زمین. بعد نگه تیزشو گرفت سمت من و بهم گفت همیشه کنجکاو بودم بدونم خونه تو چه مزه‌ایه. نگه آهنیشو فرو کرد توی دستم و خونم فواره زد بیرون. بعد دهنشو گذاشت روی دستم تا خونمو بمکه. محکم توی صورتش مشت زدم ولی همینجوری خونمو میمکید و دست بردار نبود. خونم داشت از بدنم میرفت و حس کردم دارم قش میکنم. با وحشت تون توی صورتش مشت زدم تا اینکه افتاد و از بدنم کنده شد. جونمو برداشتم و فرار کردم و از پشت سرم داد زد و گفت خونت مزه یه کره بادوم زمینی میده. دوباره میام پیشت تا خونتو بمکم. ازش فرار کردم و به پلیس زنگ زدم. دستگیر شد و دوباره افتاد توی زندان. خب ظاهراً کابوس وحشتناکم دیگه تموم شده، ولی هنوزم میترسم که یه شب دوباره سر و کلش پیدا بشه.
هنوز جای نیشش روی دستم مونده.